آنچه امروز در برابر چشم ماست و هیچ انسان مطلع و هوشمندی نمیتواند آن را انکار کند آن است که اکنون اسلام از حاشیه معادلات اجتماعی و سیاسی جهان خارج شده و در مرکز عناصر تعیین کننده حوادث عالم جایگاهی برجسته و نمایان یافته است و نگاه تازه‌ای را در عرصه زندگی و سیاست و حکومت و تحولات اجتماعی عرضه می کند و این در دنیای کنونی که پس از شکست کمونیسم و لیبرالیسم دچار خلأ عمیق فکری و نظری است پدیده‌ای مهم و پرمعنا به شمار می رود. این نخستین اثری است که حوادث سیاسی و انقلابی در شمال آفریقا و منطقه عربی در مقیاس جهانی بر جای گذاشته است و خود مبشر حقایق بزرگتری است که در آینده اتفاق خواهد افتاد.